و اینجا حالا اختلاف رو به 4 می‌رسونه. اویاگی es wird hitzig. Oh. Musukaev lässt sich da zu einer Unsportlichkeit hinreißen. Geht auf Ayogi los. 4-0 نفع اویاگی. اسماعیل موسکایف از کوره در رفته و حالا چرا اجازه داده داور وسط مربیان مجارستان بیان روی تشک؟ چی شد؟ میخواد رها کنه شاید؟ چی کار کرد اسماعیلی؟ باید دیسکالیفه کنن اصلا. چپ و راست مثل بوکسورا داشت. شاید این ضربات سر رو احساس میگه که داره بهش ضربه وارد میکنه، خواسته که دست رو اجازه بده رد کنه. اسماعیلی عصبی شده. چی شد وسط تشک رینگ به راه انداخت، وسط رینگ موسکایف اصلا حرکتش قشنگ نبود. کارت قرمز که چه عرض کنم، باید 2 تا کارت قرمز بهش بده داور وسط. یک امتیاز اختیار 5-0 میتونستن دیسکالیفاش کنن. چپ و راست داشت، او که چپ و راست رو اجرا میکرد موسکایف و دیگه باید چیکار میکرد که